ضمن تشکر مجدد از اینکه حوصله به خرج بدید و اصل یک شبنات رو اینجا گذراندید، باعث خوشحالی من هست در خدمت خانم هاشمی و کلاب بیاتی و خلطبری و سایر دوستان که لطف کردن زحمت کشیدن و هیئت نظارت رو اینجا تشکیل دادن که مطمئن بشن که این پروسه‌ای که انجام شد امروز دموکراتیک بود و به حق زحماتی که آقایون کشیدن در طی 2 سال و اردی به نتایج مطلوبش رسیده. من خودم جزء کسانی بودم که اینو به عنوان آموزش فراگیر برای کامیونیتی ایرانی می‌دیدم و خیلی خوشحالم که می‌بینم امروز به اون نتایجی که مورد انتظار همه ما بود الحمدلله رسیدیم و به یه طریق دموکراتیک و خیلی باز این انتخابات انجام شد. من خوشحالم که به اطلاعاتون برسونم نمایندگان شما از این به بعد که مدافع و حقوق شما در این جامعه خواهند بود به ترتیب خانم بهرامی با 232 رای، خانم شهروز آقای مافی نظام با 227 رای، آقای حریری با 221 رای، آقای عیساقی با 202 رای، خانم شوره خلیلی 28 رای، آقای لقمانی با 180 رای، آقای تاج دولتی با 160 رای، نفر دوم آقای اصفهانی زاده با 155 رای، نفر دهم آقای میردامادی با 141 رای و آقای بدیعی با 131 رای. افرادی که خدمت رو خوندن جزء اعضای هیئت مدیره خواهند بود و علم بدل نیست که نداریم در این اساسنامه نداریم، ولی اگر علاقمند هستیم که بدونیم که آرای بقیه چگونه بوده است، من خواهش کنم با دست رو بالا کنیم که من ببینم چند نفر علاقمندن که بدونن بقیه آرای شاید نخواهد کنیم. بسیار آقای ثابت 117 رای، آقای دکتر مستقیمی 115 رای، آقای محمدی 112 رای، آقای ظهوری 77 رای، آقای مدارایی 48 رای، آقای جابر انصاری 42 رای، آقای عزیزی دیلمی 29 رای و آقای قلعچی 13 رای. خانم‌ها و آقایونی که اعتراضی دارن به این نحوه برگزاری از انتخابات یا اینکه آن آرا رو بررسی بکنن، مجاز هستن که تشریح بیارن. تمام آرا دسته‌بندی شده و شمارش آرا اینجا هست
و من اجازه میخوام از هیئت مدیره که یه فرصتی فراهم بکنن اونایی که علاقمندن که کنترل بیشتری داشته باشن این آزادی و ترانسپرنسی رو با همه همین ده. یه سوال دارم. بفرمایید. حالا اگر احیانا به هر دلیل یکی از خانم آقایون اعضای هیئت مدیره استعفا بده یا چی جاش من جزئیات آیا حریمی شما میخواد توضیح بدین یا میثاق فشار شد تشبیه بدین توضیح راجع به اساسنامه بدین. نحوه در واقع تکمیل اون کسانی که در واقع پستایی که خالی میشه در اساسنامه در واقع پیش بینی شده. بنابراین بر مبنای اون چیزی که در اساسنامه پیش بینی شده ما عمل خواهیم کرد. ما دوره‌ای در واقع یک مدتی وجود داره که بعد از اون دوره در واقع باید به اصطلاح انتخاباتی انجام بگیره و احتمالاً در واقع اون جوری که من دقیق آیین‌نامه‌اش دقیقاً خاطرم نیست ولی اینجوری است که آخر سال در واقع انتخاباتی انجام باید بگیره که اون پست‌های خالی تکمیل بشه.